بر اینکه زندگی مادی شما را میخواهیم مرفه بشد، زندگی معنوی شما را هم میخواهیم مرفه باشد. دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم، آب و برق را مجانی میکنیم، اتوبوس را مجانی میکنیم. دلخوش به این مقدار نباشید. ما هم دنیا را می آباد میکنیم و آخرت را. این دارایی از غنایم اسلام است و مال ملت است یا مستضعفین، و من امر کردم به مستضعفین بدن و خواهم داد. به این نغمه های باطل گوش نکنید، اونها حرف میزنند، ما عمل میکنیم. بیرق ایران نباید بیرق شاهی باشد، آرمهای ایران نباید آرمهای شاهی باشد، باید آرمهای اسلامی باشد. از همه وزارتخانه ها، از همه ادارات باید این شیر خورشید منحوس قطع بشد. آثار اسلام باید باشد، یا آثاری که تمدن است.